سلام دارم. سلام علیکم. خیلی خوش شد. تشکر. خیلی تشکر. زنده باشین. تشکر فرصت دادن برام. تشکر. سفارت قرقیزستان خوش اومدید. خوش باشین. لطفاً. جناب سفیر که برای ما فرصت دادین. در قدم نخست مردم همه میخواین بفهمند که روابط افغانستان و قرقیزستان در کدام سطح قرار داره؟ ما اولا برای ما همکاری های سیاسی بسیار مهم است. از اهمیت بسیاری هست که دو کشور در سطح دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین‌المللی گوناگون از منافع همدیگر، از مواضع همدیگر حمایت میکنند و همکاری های زیاد داریم در سطح همکاری های سیاسی در سطح دو جانبه چند جانبه. دومی همکاری های فرهنگی مهم است. ما چون همکاری های اقتصادی از اهمیت بسیار بسزایی می باشند. خب متاسفانه به علت بحران اقتصادی جهان 2 سال اخیر مبادلات تجاری اقتصادی بین دو کشور نسبتاً کمتر شده. جناب سفیر، شما از همکاری های سیاسی در قدم نخست یادآوری کردین میان دو کشور. افغانستان از چند ناحیه فعلا متضرر است. از بحث افراطیت و بحث تروریسم، بحث مواد مخدر و بحث مداخله کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در امور افغانستان. شما در این قسمت و در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان چه همکاری‌هایی با افغانستان کرده میتونید؟ با کشورمان دولت جمهوری قرقیزستان همیشه طرفدار و هوادار حامی استقرار هرچه زودتر صلح، ثبات و امنیت در کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان بوده، چون هرچه در افغانستان صورت میگیرد وضعیتی که در داخل افغانستان به وجود می آید حتما کلا وضعیت منطقه قلب آسیا را زیر تاثیر خود قرار می دهد. تا حال مشخصا چه تلاش‌هایی از طرف شما صورت گرفته؟ خب تا حال ما در چارچوب اجلاس ها و کنفرانس های بین المللی مختلف از همیشه موضع من را در جهت حمایت از افغانستان، در جهت تقویت صلح در افغانستان ابراز کرده. در قسمت از این که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک سفر به قرقیزستان داشتن، هر دو کشور وعده کردن و تعهد کردن که باید راههای مواصلاتی میان دو کشور ایجاد شود و خط آهن میان دو کشور ایجاد شود تا بتونیم منطقه را با هم وصل کنید. کارهای از او پروژه ها به کجا رسیدن؟ خب طرح احداث خط آهن جدید بین از چین از طریق قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در حال حاضر زیر بررسی و آماده سازی است و قرار است که 5 کشور منطقه شرکت کننده زودتر اقدام کنند برای احداث این پروژه. البته باید یکی از مشکلات این طرح عدم منابع فاینانسش است. در قسمت استخراج معادن با افغانستان شما علاقمند هستین کمک بکنین متخصصین تا بفرستین؟ ما قبلا با وزارت معادن افغانستان صحبت داشتیم که دوستان افغانیمون، همکاران افغانیمون در وزارت معادن ابراز علاقمندی داشتند که از تجربیات جمهوری قرقیزستان در قسمت استخراج معادن، جلب سرمایه گذاران خارجی در قسمت بخش معادن کشور مستفید شوند. مثلا ما آمادگی داریم مبادله تجربیات یعنی وزارت خونه های معادن در کشور صورت بگیرد. کامیاب باشین با امید موفقیت های بیشتر.